COPD COPD یا بیماری مزمن انسدادی ریه یک بیماری پیشرونده است که باعث محدود شدن جریان هوا در ریه ها میشه. شایع ترین علتش مصرف طولانی مدت سیگار یا قرار گرفتن در معرض آلاینده ها. علائم اصلی شامل تنگی نفس، سرفه مزمن و تولید خلط زیاد است. این بیماری درمان قطعی نداره، اما با دارو، ترک سیگار و توانبخشی تنفسی میشه کیفیت زندگی رو بهتر کرد. تشخیصش معمولاً با اسپیرومتری انجام میشه. در جهان این بیماری حدود 329 میلیون نفر، تقریباً 5% از جمعیت دنیا را مبتلا کرده. در سال 2012 این بیماری سومین عامل اصلی در مرگ افراد بوده که بیش از 3 میلیون نفر را به کام مرگ فرستاده. این میزان مرگ به دلیل افزایش نرخ سیگار کشیدن و بالا رفتن میانگین سنی جمعیت در بسیاری از کشورها افزایش پیدا میکنه. اگه سرفه‌ها طولانی شدن یا نفس کشیدن برات سخت شده، بهتره با پزشک مشورت کنی. آگاهی اولین قدم برای کنترل این بیماریه.